سلامت باشه آپا. سلامت باشه بله، آپا، بله. سلامت باشه. یوتیوب بله دیگه عمل دیگه آدم باید عمل کنه و یوتیوب دروغ است. نه ترسی نمیم تا خود کمی با خود میریم. خدا ترحمه. توجی کردم نه توجی که بیه باشه. هیچ که توجی که سیجا رفته سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به همه مردم مسلمان. من هم در این قضیه ایزد امان میخواستم فکر و نظر خود را بگویم. چنانه که همه ما و شما شاهد هستیم، این برادر مسلمان ما ایزد امان جان خود را در خطر گذاشت. تا روزی که آن در شهر مسکو قرار داشت، تا او روز کوشش و تلاش کرد که با مردم مهاجر چی در داخل باشد چی در بیرون باشد کوشش و تلاش کرد که کمک خود را رساند. به همین خاطر برادرها دیگه جای ترس نیست. این روز روزی رسیده است که زنجیر ترس شکست، زنجیر غلامی را شکست و زنجیر ننگ ناموس را بست. بس است دیگه. با این ظلم و با این ناعدالتی ها دیگه آرام ششتن در کار نیست. همه برادرای روزی رسیده است که ما باید کنار برادر ایزد امان باشیم. هر یک تای ما باید کوشش کنیم که کمک خود را به هر راهی نباشد برسونیم. ایزد امان باید که جای او زندان است، جای اون در بر مهاجرا است، در بر زن و فرزندش است. بعد بسیار اکثر و صده هایی را که در شبکه ها بسیار میبینیم، بسیار کسان میگویند که ایزد امان با کسانی که کمک کرده است آنها خسته صدا بلند کنند. این هم درست نه. که باز من یک چیز دیگر را میخواهم بگویم که نه تنها با کسانی که کمک کرده است آنها باید صدا بلند کنند، نه، ما هم باید که صدا بلند، همه ما باید صدا بلند کنیم. من همون را نمیشناسم، الحمدلله چی کمی ندارم و نباید که شش تو تماشابین شد که با کسی که کمک کرد آنها با صدا بلند کنند. نه برادرها، ما همه باید صدا بلند کنیم. اون هم با برادرها و با هموطنان ما خدمت میکرد. ما هم باید که امروز کنار ایزد امان باشیم. دیگه بر بحث قدر ظلم ستم من شما را نمیدانم. راستش خودم دیگه به همین قناع عدالتی ها را میبینم. من دیگه همین زندگی را برای خودم مناسب نمیدانم. همین زندگی به من دیگه لازم نیست. این چی روز است؟ هر روز میشد که 5-6 تن به جان هموطنان ما رو روان میکنن به وطن. هر روز اشک پدر و مادرای ما میریزد. این روزها صدها ایزد امان پشت زندان است. برادرانی که نوارهای خود را فرستادید، من اظهار مینتداری میکنم. برادرانی که نفرستادید خواهش میکنم که بی‌طرف نباشید. شما هم نوارهای خود را روان کنین، چون که ما این قضیه را به یک جایگی میتونیم پیش برد. ما امروز تا امروزها ما ملت هم نبودیم. ما مثل یک پرنده که داشتن هر روز شکار میکردن. امروز ما باید خود نشان بدهیم که ما ملت هستیم، ما ننگ ناموس داریم. بس است دیگه. ما ظلم و ستم دیگه آدمی که کم ذره هم چیزی مسلمانی داشته باشه دیگه به این برداشت نمیکند. لیشنا من دیگه نمیتونم. با برادرانی که میترسن که شاید که مرا میشناسن،
شاید که میقپن. اگر وقتی که ما هزارها در میدان بر اومدیم دیگه همه ما رو نمیتونن اونها برده. میلی بگذارین مرا میبرن میکشن نابود میسازن، من راضیم. نه که من خاموش دیگه خاموشی را رعایت نمیکنم. من همین زنده بدنم دیگه هیچی فایده نمیبینم که وقتی که من زنده باشم یک جا خود من پنهان کنم که وقت مرا نکشن، زندانم نکنن. نه که در پیش چشمم این روزها اینقدر آدم ها به نام و نشان میشون، پشت زندان میشون. بس است دیگه برادرها، آمادگی بینین، کمر همت بندین. در هر جایی که نباشید نوارها را فرستید دیگه بس است. باقی در امان الله باشید. خدا همه ما و شما را حفظ کند. آزادی به عزت امان. آزادی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من هم در قضیه عزت امان نمیخوام بی‌طرف باشم. من هم طلب آزادی او را میکنم. حکومتداران محترم خواهش میکنم او را آزاد کنین. شکر خدا من هیچ کمی ندارم، به هیچ نیازم ندارم، ولی همه ما شاهدیم که او چقدر به هموطنان ما شب شب نگفته، روز نگفته، به بیماری خود نگاه نکرده کوشش میکرد که کمک خود رسانه. شما از این کارتون هیچ فایده به دست نمیارین. این عزت امان ما، این هم یک عضو بدن ما است. من او را از مثل فرزند پدر میدانم، همچون برادر احترامشم دارم. هم بسیار نواراش تماشا میکردم. و شما با این کارتون دوچند داره نفرت ملت زیاد میکنین و خون مردم در جوش هم آوردین. به همین خاطر طلب میکنم خوش رو فکر کنین، عزت امان و هر چیز زودتر به آزادی برارین. و چنانه که گفته ها هست که گویا که او به قلابی دستگیر شده است، من در این ذره باورم ندارم. اگر خود عزت امان هم برآمده نوار کند که من قلاب هستم، من به این باور ندارم. نه که قلابم که باشد بگذار شما این رسما رسانوی کنید. ما مهاجران ما تیاریم که این پلا پرداخت کنیم. و چنین مردی با سواد، چنین مردی پاک وجدان با ایمان رو نباید که پول داد و نابود کرد. این چنین مردها رو پول داد و خرید. این گونه مردها خیلی متاسفانه کمند و برادر عزت امان برای ما خیلی ارزش زیاد هم دارند و ما انشالله با یجایگی همه اون پلا پرداخت میکنیم و ما آزادی او را میخواهیم. برادرانی که نوار نکردین نوارای خود روان کنین، به طرف نباشین و حکومتدارا بدانین که برادر عزت امان برای ما چقدر ارزش زیاد دارد. ما با پولم راضی هستیم که پول داده و جان او را بخریم، چون که اون برای ما مهاجرا بسیار لازم است. و بگذارین که این مهاجرا هم یک غریبی خودمان بس نیست، کم نیست. بگذارین که یک نفس آزاد بگیریم. دیگه تا یگان ذره به شما انصاف نمانده است. در همین غریبی را کوشش میکنین که ما مهاجرا یه روزی خوش نبینیم. ما هم از این شنیدم که او را بردن دیگه شب و روز ما خواب گم کردیم. خدایا به همه شما انصاف و ایمان تید و برادر ما رو طلب دارم که بازدی آزاد کنین. آزادی به عزت امان، آزادی به عزت امان. باقی در امان الله. سلام علیکم. من گفتنیم که عزت امان شخصی بی‌نظیر بود. قهرمان حاضره خلق تاجیک است. با خدمت‌های شایانش بین خلق تاجیک، مخصوصا بین مهاجران تاجیکستان، مهاجرانی که در روسیه
کار و فعالیت دارند مشهور شده است. از حکومت دیکتاتوری تاجیکستان طلب می نماییم که عزت امان را آزاد نمایند و برگردانند به فدراسیای روسیه.